رادیو همراه. بفرمایید. درود بر شما آقای دکتر. من درود از بر شما. آلمان تماس میگیرم خدمتتون و حقیقتش 3 سالی هستش که با پسرم حدود هنوز 3 سال نشده که توی آلمان زندگی میکنم با پسرم. الان در حال حاضر 8 سال و نیمشه و یه سری شما به من درباره ازدواجتون و پدرش و اینا بفرمایید. شما 3 سال و نیم تو آلمان چه میکنید؟ حقیقتش فکر میکنم لازمه یه مقداری خیلی مختصر از زندگی خودم بگم و بعد از ازدواجم سعی میکنم خیلی کوتاه بگم خدمتتون. حقیقت من از توی خانواده که 4 تا بچه بودیم زندگی میکردم و فرزند اول هستم. 3 تا برادر از خودم کوچکتر دارم که یکی 4 سال، یکی 6 سال و آخری حدود 20 سال از من کوچکتر. من از 20 سال؟ بله. شما چند من سالتونه خودتون؟ خیلی زود بچه. من 38 سالم. اولین فرزندشون بودم و مادرم 17 ساله بود و پدرم 20 ساله بود وقتی من به دنیا آمد. خیلی زود ازدواج کردم. آخه میدونم آدم اون که توضیح نمیده که بعد از این مدت بچه 4مو بیارن. بله من دانشجو بودم اون زمان و صحبت پدر و مادرم این بود که وقتی شما هم ازدواج کنید برید، ما نیاز داریم به یک کسی که یه لیوان آب دستمون بده کنارمون باشه. بسیار خودخواهانه. تصب کنین، بسیار خودخواهانه، بسیار نادان. یه آدم دیگر ما به این دنیا بیاریم به عنوان کلفت و نوکرمون که اگر ما رفتیم آب بده دستمون، خب یه ذره پول در بیارید، یه پرستار بگیرید آب و نون و همه چی بدن دستتون. واقعا شاهکارن. و خیلی 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 خودخواهانه تر از این بود که من از پدر من واقعا مثل خیلی از دخترای دیگه قهرمان زندگی من بود تا سن 9 سالگی و سن 9 سالگی من یه شب خیلی اتفاقی با پدرم توی خونه تنها شدم و متاسفانه از طرف پدرم مورد آزار جنسی قرار گرفتم و همین یک بارم نبود، بعد از اون بارها بود و انقدر برای من پدرم عزیز بود که حتی من انقدر تو شوک بودم که باورم نمیشد پدرم واقعا داره چی کار میکنه. از آنجا هیچ وقت یادم نمیره من اون حدود 1 ساعت رفتم تو دستشویی نشستم و جرئت نمی‌کردم از دستشویی بیام بیرون با وجود اینکه پدرم خیلی به در میزد که چرا نمیای بیرون. ولی متاسفانه آیا تو این رابطه فقط یه لمس بود یا بیش از اون بود؟ نه بیشتر از اون بود و ادامه دار بود. من تو سنهای بعد بالاتر که رفتم بارها مخالفت کردم، مقاومت کردم و کتک خوردم، بابتش تحقیر شدم. ولی خب به خاطر شاید نمیدونم گاهی اوقات نه متوجهم ازم. شما نصب کنید هیچ تقصیر و گناهی ندارید. سکوتتون، تحملتون، خاموشیتون متاسفانه یه واقعیت سخت و تلخی است که همه بچه‌ها، جوونا تا سنین بالا دارن. بعدم به خاطر گذشته هیچ کاری نمیتونن بکنن. بعدم به هر حال آدم باید فریاد بزنه ولی فریاد رسی نیست. یعنی اشکال کاری نه که همه نکرن. تا چه سنی ادامه داشت؟ پدرم باید پشتیبانم می بود که یعنی نه اون که باید رو ولش کنید. دیدید که من از اون اول حرفی که ما کسی باشه لیوان آب، امیدوارم اون لیوان رو تو سرتون بزنید. میشه من بفرمایید که تا چه سنی ادامه پیدا کرد؟ من تا وقتی که ازدواج کردم. یعنی در واقع اینجور باید بگم خدمتتون که متاسفانه خانواده من خانواده سالمی اصلا نبود. پدر من با خالم رابطه جنسی داشت، با مادر بزرگم رابطه جنسی داشت، مادرم با زنای زیادی داشت و البته برعکس اونا کاملا طرز فکر من و برادرم کاملا متفاوت بود و شاید اینی که ضربه های زیادی هم تو زندگیمون خوردیم سر این بود که اون شرایط دیدیم و سعی کردیم زندگی خودمون زندگی سالمی باشه.
شما یه جمله گفتید، یعنی یه کلام گفتید پدر رابطه داشت، ولی گفتید مادر هم با زنای دیگه. فکر کنم قصدتون با مردان دیگه بود. مردهای دیگه. بله مردهای دیگه. ببخشید بسیار. البته پدرم در جریان بود. و اون برادری که میگید مانند شما بود کدامشون بودن؟ دقیقا برادری که 4 سال از من کوچیک‌تره. البته اون من هیچ وقت واضح با برادرم در مورد آزار جنسی که پدرم وارد میکنه صحبت نکردم، ولی خب مثلا به طور مثال بگم حدود 16 سالم بود و من وقتی که شب قبلش با پدرم مخالفت میکردم سعی میکردم 1-2 روز جلوی دید پدرم نباشم، حتی موقع غذا خوردن تو اتاق باشم، بیرون نرم، غذاشی که خورد خوابش برد برم بیرون. بعد یه روز که شب قبلش این اتفاق افتاده بود، برادرم کنارم نشسته بود، داشتم از مدرسه تعریف میکردم و صحبت میکردم با برادرم. برادرم زد زیر خنده یه دفعه‌ای که پدرم صدای خنده‌اش شنید، وارد اتاق شد، اون از اتاق بیرون کرد و به من برگشت گفتش که الان برادرتون میشینید دورت مثلا که علیه من بشورون نیشون که تو رو من بخوان وایسن باشون قهقه چهچه را این بهانه‌های اینجوری و درد وحشتناکی. من اون روز کتک خوردم. برادر من خودی صحنه دید ولی خود نمیدونست دلیلش چی. بعد از اون من یه بار یعنی روز بعدش یه کوله پشتی جمع کردم و گفتم که به برادرم گفتم من دیگه واقعا نمیتونم اینجا زندگی کنم، بعد از این خونه برم هر جایی که بشه. شاید حداقل خیالم راحته که اونی که داره آزارم میده، منظورم کتک زدن بود، بابام نیست. بعدم گفت من فکر میکنم که تو بری. بچه بود، واقعا بچه بود، 12 سالش بود. گفت فکر میکنم تنها کاری که میتونی بکنی که از این خونه بریم. خوابیدیم و قرار بود من صبح خیلی خداحافظی کنم با برادرم، قرار بود مثلا صبح خیلی زودش بزنم بیرون رو حساب بچگیم و اینطور که خب من تا صبح نخوابیدم. به فکر میکردم که برم، جز این که آواره بشم تو خیابون و من چه اتفاق برام بیفته هیچ چیز دیگه نیست. فقط تنها راهی که دارم اینه که بمونم تو این خونه و تلاش کنم تا حداقل به جایی برسم که خودم بتونم رو پا خودم وایسم. حداقلش اینه که آینده‌مو بسازم، حالا اگر که این سالا به سختی میگذره. من بذار ازتون یه سوالی بکنم. این سنی که می‌خواستید برید حدود 16 سالتون بود با حرفایی که زدید، درسته؟ اوکی. حالا آیا مادر هیچ خبری داشت، حسی میکرد که خبری است بین شما و پدر؟ مادرم فکر میکنم کاملا خبر داشت. البته هیچ وقت ما در مورد این موضوع مادرم صحبت نکردیم، ولی فکر میکنم کاملا در جریان بود، چون پدرم کاملا در جریان رابطه جنسی مادرم با مردای دیگه بود، خیلی راحت، و مادرم در جریان رابطه جنسی پدرم با خالم و مادر بزرگم بود. اصلا انگار براشون این چیز اصلا مسئله نبود، اصلا هیچ اهمیتی نداشت، اصلا چیزی به عنوان وفاداری و تعهد برای این 2 نفر معنا نداشت. من بذارید یه سوالی بکنم. با پدر شما رابطه کامل جنسی داشتی؟ نه، رابطه کامل به اون شکل نه اونجور نبود، ولی خب همون حس خیلی وحشتناکی داشت، همین که باید به هر طریقی نیاز جنسیشو برطرف میکردم. متوجهم. باید از خودم و از اون و اصلا هرچی مرد حالم به هم بخوره، اینجوری بگم. شما در چه سنی ازدواج کردید عزیز؟ من 23 سالگی ازدواج کردم. بنابراین تا 23 سالگی رابطه با پدر ادامه داشت؟ به این صورت بود حقیقت که من خواستگارای غریبه نداشتم، به خاطر اینکه هر کس می اومد از همسایه ها چیزی میپرسید، تقریبا همه میدونستن تو خانواده ما چه هم. شما تو کدام شهر بودید عزیز؟ من اصفهان بودم. تنها خواستگاری که داشتم از خانواده پدرم بود که با خودم عهد کرده بودم مثلا این 2 خانواده به هیچ تا جایی که میتونم فاصله بگیرم. تا اینکه من دانشگاه یه شهر نزدیک اصفهان قبول شدم و رفتم اونجا. البته یه خواستگاری هم داشتم که همیشه پا به وایساده بود به حساب، یه جوری که هر 6 ماه 1 سال 1 بار پیغام میفرستاد و خب من هر بار که با پدرم مخالفت میکردم سر این قضیه منو تهدید میکرد که باید به فلان جواب مثبت بدی، من کسی که نونشو میدم و تو رو وای میسه نمیخوام.
که من از 18 سالم که بود میرفتم سر کار. مخالف این قضیه هم بود، ولی عقیده داشتم که باید هزینه‌ام خودم در بیارم که از لحاظ مالی حداقل محتاجش نباشم و اینکه میتونم بگم هزینه‌های دانشگاه، حالا به حساب دانشگاه که نه به اون صورت هزینه نداشت، ولی خب همون رفت آمد به شهر دیگه و خوراک و همه اون چیزا رو از روز دومی که وارد دانشگاه شدم رفتم سر کار رو به حساب هم درس میخوندم هم کار میکردم. تا 10 شب توی آموزشگاه کامپیوتر کار میکردم و صبحم تا ظهر میرفتم کلاس. چی میخوندید عزیز؟ من 2 سال اول کامپیوتر خوندم، یعنی فوق دیپلم کامپیوتر قبول شدم و بعدم حسابداری ادامه دادم، لیسانس حسابداری کردم. از نظر کاری تا این لحظه تو زندگیم که 38 سالمه هیچ مشکلی نداشتم و میتونم بگم که حتی بعد از ازدواجم تمام هزینه‌های خودم و بچه‌مو خودم پرداخت می‌کردم. حتی برای آلمان اومدنم با پسرم ریالی از پدرم یا پدر اون من کمک نگرفت. ولی خوشبختانه تو زمینه کاری انقدر انگیزه همیشه داشتم که موفق باشم، ولی متاسفانه تو زمینه احساسی و عاطفی فکر میکنم نمیدونم. قرار نبود چیزی از شما باقی نمونده بوده که بخواید اونجا به کار بگیرید. به من بگید در سن 23 سالگی که ازدواج کردید همسرتون چند سالش بود و اون از کجا پیدا شد؟ کی بود؟ همسر من 29 سالش بود و تو اون شهری که من درس میخوندم باهاش آشنا شدم زمانی که دانشجو بودم. و متاسفانه اعتیاد داشت، به تریاک اعتیاد داشت و یه شخص کاملا گوشه‌گیر منزوی افسرده‌ای بود که در واقع 4 تا فرزند بودن، 2 تا دختر و بعدش این اولین پسر بود و یه جورایی که انتظار خیلی سالها کشیده بودن برای این پسر و یه وابستگی خیلی وحشتناکی به مادرش داشته که از وقتی مادرش فوت کرده افسرده شده بود. عملاً برام واقعا مهم نبود، یعنی حاضر بودم هر کاری بکنم که اون به زندگی برگرده و منم از اون شهر رو از خانوادم فقط دور باشم، برم یه شهر دیگه بخوام زندگی کنم. کمکش کردم، اعتیادش رو ترک و خوشبختانه الان 16 سالم هست حتی برنگشته به اعتیاد. ولی خب من در مورد مشکلاتی که داشتم باهاش حرف زدم، چون چیزی نبود که بتونم مخفی کنم. حالا نمیدونم شاید کار اشتباهی کردم، شاید نمیدونم، ولی بهش گفتم که یه سری همچین مشکلاتی تو خانه آدم هست، چون میدونستم اگه بیا تحقیق بکنه به هر حال میشنوه، بهتر بود از زبان خودم بشنوه واقعیت. بهش گفتم این مسائل هست تو خانه آدم و من از تو تنها خواهشی که دارم اینه که تو دام همچین مسائلی نیفت تو خانواده من. فقط تا جایی که میتونی من پدر و مادرم من نمیخوام ازشون بگذرم، من واقعا نمیتونم توانشون. الانم که آلمانم و اونا ایران، مادرم زنگ میزنه گریه میکنه، زاری میکنه، نمیدونم از مشکلاتش با پدرم میگه یا مشکلات دیگه، میشینم بعد از اینکه قطع میکنم برشون گریه میکنم که این چه حالیه که باید داشته باشم. تو نگران کسانی هستی که اینقدر خودخواه و نادان و بیمار و گرفتار بودن؟ هنوز؟ نمیدونم، حس میکنم دست خودشون نبود، حس میکنم از دست خودشون بوده یا نبوده. برای چی اصلا گوش میدی به حرفاشون؟ تو قرار بود از اونجا بگریزی بری دنبال زندگی خودت جدا از اونها. اون رابطه چه فایده‌ای داره برای تو؟ دلت میخواد اینا رو با خودت بکش؟ مثلا تعجب میکنم. خب تو بر 23 سالگی ازدواج کردی و ازدواج کردم 8-9 سال طول کشید و اینا البته اگر چون بقیه میشنون صلاح نبوده وارد این جزئیات بشید. در واقع یه خانواده بدی دارم و اینقدر بدن که دلم نمیخواد تا هیچی راجعشون بدونیم و بریم. خب از خانواده من بشنوه زیاد پیگیر مسائل روانشناسی و این چیزا که تو بود. بنابراین شما خب 7-8-9 سال با هم ازدواج کردید که بعداً صاحب فرزند شدید، درسته؟ بله، متاسفانه بعد از ازدواجمون تقریبا 6-7 ماه که از ازدواجمون گذشته بود ظاهرا ایشون با مادر من وارد رابطه شد. من این موضوع خبر نداشتم و
2 سال بعد از ازدواجمون تصمیم گرفتیم عروسی کنیم بعد از عقدمون که اون وقت شما در آلمان نشستید، مادرتون تلفن میکنه از بدبختیاش میگه، مادری که با شوهر شما رابطه داشته، شما وقت قصه میخوری؟ آیده شما خیلی بدبخت‌تر از من بهش ولشون کرده نه اصلا من اصلا نمیگم عزیز، من اول از که کاری به کارشون نشد، اونو فقط تعجب میکنم. مطمئنم شنوندگان خوب عزیزم مثل من مات و مبهوت موندن مگر میشه و نگران رنج یک چنین مادر که چه عرض کنم یه همچین موجودی بود. از همه دکتر من بعد از ازدواجم بگم خدمتتون این که حالا یه مقداری چند سالی طول کشید تا بچه دار بشیم، چون من سالهای اول که اصلا نمیتونستم اون آقا رو ببخشم به خاطر اتفاق که افتاده بود و خب با وجود اینکه بهش گفته بودم از قبل که مراقب باشه همچین اتفاق نیفته، چون بهش گفتم حتی اگر یک زمانی واقعا من نتونم از نظر جنسی نیازهای تو رو به عنوان همسرت برآورده کنم، پذیرفتن این برای من که تو در جریان باشم و با کسی دیگه ای باشی شاید قابل تحمل باشه اگر واقعا توان این کار نداشته باشم، ولی هیچ وقت نمیتونم بپذیرم که با خانواده من در ارتباط باشی. تا اینکه یه چند سالی گذشت و خب اون آقا هم کاملا آدم سردی بود، از نظر روحی سالها قرصای زیادی مصرف میکرد، افسرده بود، اعتیادش رو خوشبختانه ترک کرده بود ولی خب افسردگی همچنان داشت. با توجه به اینکه رشته من حسابداری بود و اونجا شهر کوچیک بود که سرشناسم بودن، به من اجازه کار کردن تو این رشته نمیداد. من مشغول یه سری آموزش دوره‌های مثل مهارت‌های زندگی و آموزش‌های روانشناسی شدم و مجوز تدریس اونا رو گرفتم و تو این زمینه 4-5 سالی شروع به کار کردم تا اینکه به این نتیجه رسیدم که واقعا تنهام و از طرفی بهتره که الان بچه دار بشم. روابطمون یه رابطه حالا نگرم ولی خب به جایی رسیده بود که آزار به هم نمیدادیم، کنار هم بودیم، من نیازهای عاطفیم برطرف نمیشد ولی خب پذیرفته بودم، من از خیلی بچه که بودم پذیرفته بودم که نیازهای عاطفیم برآورده نشه یه جورایی. یا بعد بچه حامله شدم و حالا تو 6-7 ماهگی هم متوجه شدم که با یه خانم دیگه دوباره ارتباط دارم. برام خیلی سخت بود ولی خب گفتم که ببین الان یه بچه تو راهه و جدایی فقط اینجا بپذیر، این آدم مسیر زندگیش اینجوریه، بره هر جوری که خوشه زندگی کنه، تو هم زندگی خودتو. ولی خب متاسفانه من خب درآمد خوبی داشتم از کارم اون زمان، ولی اولین کارتی که خالی میشد کارت حساب من بود. از اون جایی که از 18 سالگی نتونستم دیگه بپذیرم که زیر از لحاظ مالی وابسته به کسی باشم. این مشکل از طرف من بود، نه اینکه اون فشاری بیاره. خود من جوری بودم که نمیتونستم اصلا بپذیرم وابسته باشم به کسی، حتی اگر همسرم باشه طرف. بعد وقتی که فهمیدم با کسی دیگه در ارتباطه، یه مقداری حالا به این نتیجه رسیدم که شاید بهتره که نمیدونم یه پسندازی برای خودم داشته باشم، یه مقداری از حقوقم کنار بذارم. و متاسفانه پسرم که به دنیا آمد یه مشکل مادرزادی داشت که خب اون زمان ما فکر می‌کردیم که پسر من اصلا راه نمیتونه بره دیگه. خوشبختانه تا 1 سالگی با 2 تا عمل این مشکل برطرف شد، ولی از اون جایی که پدرش مشکل افسردگی داشت و خب توان نگفتن کلن توی ضعیف بود، کلن قدرت حل مسئله و اینجور کنار اومدن با مشکلات و جنگیدن با مشکلات رو نداشت، واقعا کاملا سردتر شد. صبح ساعت 6 و 7 صبح میرفت بیرون، ساعت 11-12 شب میومد خونه. برش مهم نبود من
سر کار میرم، بچه کوچیک دارم، بچه‌م پاش تو گچه، چه اتفاقی میفته اصلا عین خیالش نبود. تا اینکه روز تولد 1 سالگی پسرم بود که من خودم پام شکست و باهاش تماس گرفتم، گفتم که فلانی من پام شکسته، بچه بغلمه و نمیتونم رانندگی کنم تو خیابونم، میشه خودتو برسونی؟ خب من هیچ کسم اونجا نداشتم که اولا کمکم کنه. گفت یه جوری برو خونه، من خودم میرسونم. تقریبا 10-12 ساعت بعدش اومد خونه. حالا این که من چه جوری رفتم خونه و چه حالی داشتم و چه اتفاقی افتاد یه قصه جدایی. اون زمان به این نتیجه رسیدم که توی این زندگیم واقعا هیچ شانسی ندارم و دارم همه انرژیمو میذارم و چه بسا این که روزی اگر بیمار بشم و به این آدم نیاز داشته باشم هیچ کمکی به من نمیکنه. غیر از این که من حالا دارم کار میکنم و همه زندگیمو میذارم وسط و بعد معلوم چه اتفاق برام بیفته. تصمیم گرفتم که الان که دیگه مطمئناً اینقدر قدرت دارم که پدرم نتونه آزارم بده، برمیگردم به شهر خودم و پسرم و اونجا کار میکنم و حداقل پولمو پس انداز میکنم، یه زندگی مستقلی با بچم تشکیل میدم. نفهمیدم. برمیگردید اونجا با کی زندگی کنید؟ برگردید به شهر پدرت؟ من هیچ پس اندازی نداشتم. من کاری به اون ندارم. برگردید کجا برید زندگی؟ یعنی برید با پدر مادرتون زندگی کنید؟ نه قصدم این بود که یه خونه اجاره کنم. خب چرا برید تو شهری که اونا بودند؟ شهر دیگه‌ای که پدر اون اجازه نمیداد من برم. نه اینکه به خاطر اینکه به خانواده‌ام اعتماد کی اجازه نمیداد؟ ولی خب کی به شما اجازه نمیداد؟ پدر پسرم، همسر سابق. اونجا هم به خاطر اینکه من بهش گفتم که من کار نه بیاد وارد این جزئیات نشید. ببینید عزیز، چون مطرح الان من متوقفتون کردم. ازدواج شما اشتباه بود، حالا گون گذشته. بچه دار شدنتون درست نبود. یه مردی با اون مشخصات چند سالم باش بودید، خودتونم اینگونه در و داغون بچه آوردید که چی؟ حالا که اومده قصه دیگری است، ولی آخه شما خودتون از نظر عاطفی میگید اینقدر من آسیب خوردم، شما مادری هم برای اون بچه نمیتونید باشید. انتخابتون برای همسر و پدرم مسئله است. بعدم این وضعیت ادامه پیدا کنید. بعد شما تمام حرفی که میزنید این است که من نمیخواستم وابسته به کسی باشم. حرفتون درسته، ولی اشکالی نیست که شما درست همون بیماری رو به صورت وارونش داشتید، دیگران رو به خودتون وابسته میکردید، از جمله شوهرتون رو. یعنی می‌دونید همه کارا رو میکردید، نقش بیشتری ایفا میکردید، اون رو به خودتون وابسته میکردید. این فرق نکرده شما رفتید باز توی وابسته. آخه این چه چیزی بوده که خوندید؟ بعدم شما حالا چرا موندیدتون؟ ازدواج غلط بوده، آوردن بچه غلط بوده، حالا موندنتون بعد از که فهمیدید همسرتون با مادرتون و بقیه رابطه داره، موندنتون باز اشتباه بوده، مگر اینکه نتونید. من اونم فکر می‌کنم توانشو داشت. نه اصلا نمیتونستم جدا. خب بالاخره نه بلکه چون وقت کمی هست قبول ندارم عزیزم. تو نمیتونستی شما بیش از این توانا بودید که اصلا ول کنید به عنوان فراری از کشور خارج بشید. حالا اون گذشته. خب بالاخره جدا شدید یا نشدید؟ الان که اومدید آلمان چگونه اومدید؟ نه بعد از اینکه از ایران خارج شدم جدا شدم. حقیقت این که خیلی آزارم داد. 4-5 سال ما جدا شدیم. من نمیگم چرا شدید. اصلا شما احتیاج نداره توضیح بدید عزیز. به من بگید اون موافقت کرد که شما برید برای که بچه بود که بدون اجازه بود؟ بله من مهریه و نفقه‌مو بخشیدم و 3 دونگزی زمینی هم به نامم بود، به نامش کردم و در ازای اونا موافقت کرد که حضانت بچه رو بهم بده. و وقتی که صبح تو دفتر خونه وکالت رو داد به هم، من شبش پرواز کردم، چون آدمی بود که هر لحظه تصمیم. نه اون کار درستی کردید. اون اینکه اونا رو دادید رو نمیدونم، ولی اینکه آمدید شما باید از روز اول در اولین فرصت از اون شهر رو از اون وضعیت میاد. خب الان که اومدید آلمان چه خبره؟ وضعیت زندگیتون و دخترتون چگونه؟ دختر دارید یا پسر؟ خیلی خوبه. پسرم 1 سال اول زبان آلمانی رو به صورت فوق‌العاده حالا اونا شو ول کنید. خب اونا که یاد میبرد. اصلا میخوام بگم که خودت هم باهوشی عزیز، اونا میفهمن. خب اونا اصلا چند داره آلمانی 1 سال یاد گرفته 2 ساله. بله موضوع اینه که پسر من یه مقداری با توجهی که حالا ما تو جریان اومدن اون پسرم 3-4 روز ازم جدا شد و این حالا چیزی نبود که پیش بینی شده باشه،
یه مقداری تو روحیش اثر گذاشت و من اونو درک کردم ولی متاسفانه الان که 8 سال و نیمشه یه وقتی شب تو رخت خواب گریه میکنه، ببخشید، یه وقتی مثلا تو ماه یک بار پیش میاد شب ادراری پیدا میکنه، استرس داره همش و میشینم باهاش حرف میزنم، باهاش زیاد حرف میزنم. آخه اصلا چیز مهمه نیست. شما اولا ماجرای شب ادراریش رو خیلی عادی بگیرید، برای که از آسیباس به اضافه اضطرابش مهمم نیست و کمکش کنید یا خودش رو بخواید که هر وقتی کار کرد خودش باشه، لباسش رو عوض کنه، این میتونه خودش رو تمیز کنه در حدی که ممکنه، چیزارم یه جوری کنه که نه اینکه از شما پنهان کنه ولی خودش مسئولیتش رو بپذیره، مثل وقتی میره همه کارشو میکنه، دوش میگیره. خیلی خوب، بنابراین فقط اونه، ولی اذیتش نکنید. برای چی نگران هستید که در خواب چی میکنه؟ آی دکتر ببینید یه بچه 8.5 ساله است که به شدت میترسه و من تا باش حرف میزنم میگه که مامان اگه تو الان رفتی تو خیابون که بری، که من کلاس میرم اینجا، اگه رفتی تو خیابون و تو را کشتنت مردی من چی کار کنم؟ هیچ کس نیست از من مواظبت کنه. اگر که خیلی خوب این حرفا رو براش بزنید که نه صبر کنید عزیزم، شما صبر کنید. اولا بچه‌ها وقتی یکی از دست میدن یا پدر مادر یا بقیه رو یا بعدم جابجا میشن، همیشه نگران اون یکی هم بره، چون نظام عقلیشون قیاسه، این رفته اونم میره. بنابراین دوم شما فقط میتونید مطمئنش کنید و بعدم حتی نشون بدید که اگر برفرض که من نبودم چه کسانی فکر می‌کنن مراقبت کنن، اگر نه مراکزی که بچه‌ها رو خوب نگهداری میکنن بریم میگه تازه میاد اینجا با بچه‌ها بازی میکنه. نه 8 سال و نیمشه، کمکش کنید و در سر گفتگو میتونید که شما نگران چی هستید عزیز؟ شما خودتون این همه در و داغون شدید. نه صبر کنید، چشماتون رو در بردن انداختن دور. حالا به من میگید عینکم گم شده. خب شده که شده. چرا اینقدر موضوع الان بچه رو دارید بزرگ و مهم میکنید عزیز؟ نگرانه بعدشم، نگرانه 2 سال آینده. هر چی باشه، هر وقت هر مشکلی پیدا شده حل میکنید عزیز من. بچه‌ها باز بالا رفتن سنشون یه چیزایی را پشت سر میذارن، چیزایی بدتر میشه. بعد اگر مشکلی پیدا شد اون موقع باید ببینیم چی شده. مثلا اینکه دستش شکسته یا پاش درستش میکنید. ولی شما که نمیتونید بگید میشه نگران آینده. شما برخلاف تصورتون دختر باهوشی هستید ولی یه چیزایی رو بیخودی گیر میدید، مثل وابستگی که اون همه تبلیغاتشو کردید که عکسشو درست کردید. الان هم نگران یه بچه 8 سال و نیم هستید که یه همچین پدری داشته و همچین زندگی داشته و آمده و توی کشور غریب آمده، اونم یه جایی مثل آلمان. حالا انتظار دارید که مثلا اونجا چه کنه؟ بدرخشه؟ بعدم این مسائل الان داره حل کنید، مثل الان که دارید باهاش حرف میزنید 2 سال دیگه 4 سال دیگه مسائلی پیدا کرد اون موقع حل کنید. ولی دلیل نداره که بگید بشین نگران، میگید من نگران آینده شدم. مثلا نگران آیندهش باشه چی باشه؟ به من میگید مسائل مشکلات ترس و گریه هاش. خب به خاطر ترس و گریه هایی که داره و اینکه ببین آقای دکتر مرتب به من میگه من اگر پیرم بشم تو رو هیچ وقت نمیذارم برم و تو اگر من برم تنها میشی و با هیچ کس دیگه نه. آخه وارد این بحثا نشید، اینقدر فرصت ندید از این حرفا بزنید، مشغول بشید با کارهای دیگه این حرفا. علاوه عزیز من چرا شما متوجه نیستید؟ یه بچه باهوشه میخواد شما رو گیر بندازه، از شما بپرسه. درست مثل زن و شوهر عزیز من 100 تا زن و شوهر رو 1000 تا زن و شوهر دیدم که اصرار داره بعد از 30 سال 40 سال هر روز شوهرش زنش بهش بگه دوست دارم، عاشقتم، برات میمیرم. ما گنده ها اینقدر مسئله داریم. شما الان اومدی راجع به چی دارید حرف میزنید؟ بعدم وقتی شما این فرصت رو چیزی باشه که از الان کاری بتونم انجام بدم که 2 سال دیگه حتما برای اون پسر یه مادر بهتری پیدا کنین، اینقدر مسخره بازی در نیاره. شما بدتر از اون هستید. به پسرتون میگید زنگ بزنه من بگم استراب مادرشو چیکار کنه. خیلی هم خوب، خدا رو شکر. من حقیقتا اینقدر اصلا مسخره است عزیزم، مسخره است که شما ول کردی بچی. باور کن اون مثالم درسته. چشاتو در آوردن میگی عینکه رو خیلی گرون خریده بودم چی شد؟ گم شد. بنابراین پسر دو دفعه تلفن منو بهش بده، دفعه دیگه اون زنگ بزنه من میگم مادر دیمونه‌شو ببره دکتر. بس کن دختر، تو اون همه خطر دکتر نیاز داره. دکتر چیه؟ یک کادر پزشکی میخواد دکتر، 40 تا دکتر میخواد بیاد سراغ تو. تازه برای من روانشناسی هم خونده. زندگی خوب خودتو بکن پشت سر بود و به خاطر مادرت هم که تو رو خدا تلفن اون دارم قطع کن، ول کن مسخره بازی رو.
تموم کن، گذشته رو خاک کن. من دارم میگم ما عزیزمون میمیره، میریم خاک میکنیم، میریم بیرون. تو یه مقدار جسد متعفن بدبوی کثافت رو همینجوری دنبال خودت میخوای بکشی؟ تا کی میخوای بگی من وابسته نیستم ولی شما رو وابسته خودم میکنم؟ بابا ای والا، من خودم معتاد نیستم ولی همه شما رو معتاد میکنم. ول کن، گذشته رو خاک کن. تو اصلا گذشته نداشتی، پدر نداشتی، مادر نداشتی، مردن رفتن، تموم شدن، بی کس و کاری. میتونی اینو بپذیری، بچه‌ت هم نجات پیدا میکنه. بی خودی هم بازی در نیار. پسرت هم باهوش، خودت دختر باهوشی هستی ولی عقل نداری. هوش هست، عقل نیست. برام این دفعه دیگه به پسرت بگو من زنگ خیلی بزنه. من موضوع حتما خودت باش. خواستی مشکلی داشتی زنگ بزن، من مشکلی داشتی به من زنگ بزن. خودت یه دفعه روانشناس نشو برای من. اوکی؟ حتما. ممنونم آقای دکتر، خیلی محبت کردید، خیلی حالم بهتر شد. یه مقداری نگران اون بودم که نکنه با شروع مشکلاتش کرد. اینجوری بمونه. نگران نباش، به دختر پسرت بگو نگران مامانش. خدا نگهدار. حتما. ممنونم ازتون آقای دکتر، مرسی. ممنون. امیدوارم همیشه همینطور پر انرژی باشید. صبحتون روز مهم نیست، هر چی بخیر. خدا نگهدارت.